یک دختری بیچاره را در افغانستان 14 لک 20 لک افغانی مهر میمانه. بازی بچه گهی به ایران است، گهی به یونان، گهی به ترکیه. با یک وقتش در مرز مرده رفته دیگه جنجال. یک وقت چند سال بعد آمده و پوره هم نمیشه. از 14 لک 7 لکش آورده، با مجبور رو نکاح میکنه، هم خانه پدرش است تا که او به 7 لک دیگر را بیاره. 7 لک دیگر را خلاص کرده میاره، بازو 4 بچه دردش خانهشان میآیه. با ایره که میاره سر قالین بافی میشانه، این بیچارگه که میشانه تا زمانی که دندانکایش میریزه سر قالین بافی سی این میرقم شده تخ 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 تخ. لجما طرف تا گوری در اینجا در همچو موارد 3 امر را بشناس. اول رسم جاهلیت. رسم جاهلیت مهر زنان را نمیدادن، قطعا مهر زن نمیدادن. دوم رسم نظام اسلامی است. مهر حق مشخص یک دختر است، یک افغانی کسی حق نداره. سوم جامعه ما چی هستند؟ جامعه ما خب بیخی هیچ از گفتن نیست. یک دختری بیچاره را در افغانستان 14 لک 20 لک افغانی مهر میمانه. بازی بچه گهی به ایران است، گهی به یونان، گهی به ترکیه. با یک وقتش در مرز مرده رفته دیگه جنجال. یک وقت چند سال بعد آمده و پوره هم نمیشه. از 14 لک 7 لکش آورده، با مجبور رو نکاح میکنه، هم خانه پدرش است تا که او به 7 لک دیگر را بیاره. 7 لک دیگر را خلاص کرده میاره، بازو 4 بچه دردش خانهشان میآیه. یک وقت یک از این قبیله یک میمان داشتم، همسایه داشتم، از وطن ما میمان آمد. باز این نفر گفت که من عروسی پدرم یاد دارم. هر قدر که میمانای ما توجیه کردن نفر گفت ممکن مادرت بیوه گرفته باشه. گفت نه بیوه نگرفته. بالاخره گفت که من 2 ساله بودم که با مادر مرا از خانه پدر بابه ما آورد. دیگه این تو یک وضعیت است. با ایره که میاره سر قالین بافی میشانه، این بیچارگه که میشانه تا زمانی که دندانکایش میریزه سر قالین بافی سی این میرقم شده تخ 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 تخ. ایسو توبرکلوز است، ایسو تکلیف معده است، ایسو یک چیز دیگه است. با پیش دکتر که میری تخ تخ یزو کوچه تنگی تو هم یک روز میگیره دیگه. اینی تو آمدیم سر ازی که امی وضعیت هست نیست. از برای خدا امی چی است؟ با صاحب آلی خود دختر نامزاد در شهرها را میگم. شهر صاحب دختر خاص ایست داده سیست. کارت خبری تو چند تا میتی؟ 500 مرا بگی. 500 دختردار میگه ماشاءالله سر دخل شیشتنه. 500 مرا بگی یک غورینان دیجه 1000 است، میشه 2.5 لک. 2.5 لک رپر با دل ناخواسته از دامادی نان میگیره. هی 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 هی. یک عالم دین که دختر شوهر میته، بچه زن میته، دین خدا را نمیبینه، میگه همسایه چی میکنه؟ اونمو بیک گلپوش است، اونمو موتر گلپوش است، اونمو آرایشگاه است، اونمو ابروباری کردن است. اونمو چیزی که در مو جامعه است می شیخ الحدیث وطن ما دخترش هم رقم است. میتونه باشه دین نمی باشه، والله یک دینی باشه، دینی رقم خود نمی باشه که دینی باشه. تو دین خدا را سعی کن که دین ده تو چی عوضی که دیگران از ما درس بگیره، ما از دیگران درس گرفتیم. با ما در گلایه های جوانیم گفته بودم تفلکای میمان که از اطرافات خانه ما میایه با کتی آستینش تو بینیش پاک میکنه، دیگر رو سعی میکنه که طفل من بینی خود کتی آستینش پاک کنه. عوضی که بچه ما به او که بشه کتی آستین بینی تا پاک نکو، بلکه از او یاد میگیره. دیگه آمدیم سر از اینکه وطن جور نمیشه، الله رب العزت خودش بسازه. جور وقتی میشه که من و تو جور شویم، من و تو ملا جور نشویم، وطن جور نمیشه. جور شویم خلاص هم یکی و خلاص. تا همین فساد کردن یک گوشواری خوب، یک لاکیت خوب، یک طلای خوب دمو خریده بده، یک روزی بعدش کار بیه، مریض شوه، خانه نداشته باشه، یک چیز دیگری، الله رب العزت رحم کنه.